سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ عبدالله هستم، از اصفهان تماس میگیرم خدمتتون. آقا عبدالله از اصفهان. شما معمم هستید آقا عبدالله نه؟ بنده نه، من روحانی نیستم. خیر انشالله. بفرمایید آقا عبدالله، در مورد کلیپ ها و مطالبی که ارائه شد اگر مطلبی دارید در خدمت شما هستیم. عرضم به خدمتتون که حالا من خود کلیپ ها رو ندیدم، ولی حالا برنامه رو که پیگیری میکردم مثل اینکه در مورد تحریف قرآن بود، درسته؟ بله. نه، ما مطالب مختلفی رو ارائه کردیم. یک بنابر صحبت‌هایی که با یکی از بینندگان شد اشاره‌ای هم به روایت تحریف قرآن در کتاب کافی کردیم. آها، پس موضوع برنامه‌تون مثل اینکه یکی امام زمان بود و یکی مثل اینکه صحبت یکی از آقایون روحانی که صحبت می‌کرد، مثل اینکه در مورد حالا تعداد اهل سنت و شیعیان. درست. من که اون صحبت اون روحانی رو قبول ندارم. در واقعش خب که مشخصه، یعنی آدم باید یه صحبتی بکنه که دیگران بهش نخندن. درست. ولی حالا در مورد اصحایی میکنم اون یکی موضوع چی بود؟ امام زمان. در مورد امام زمان و اینکه در آخر از زمان میاد و مکه و مدینه رو خراب میکنه و اصحاب پیامبر رو از قبر زنده میکنه. درسته. آقای انصاری، این روایت هایی که شما ذکر میفرمایید نگاه کنید، در واقع هم در کتب برادران عزیز اهل سنت و هم در کتب شیعیان روایت های ضعیف و قوی وجود داره. درست. همواره اگر انسان بخواد در واقع به نحوی مقابله غیر منصفانه بکنه با طرف مقابل، یعنی شیعیان با برادران اهل سنت و برادران اهل سنت با شیعیان، هست این روایت ها. اما ما باید ببینیم آیا این روایت ها تبدیل شده به عقیده شیعیان یا نشده. این روایت ها آیا تبدیل شده به عقیده برادران اهل سنت یا نشده. خب بله، روایتش هست، روایتش رو قبول نداریم. صرف وجود روایت هیچ، مثلا ما در صحیح بخاری داریم که آقا عبدالله من همین قسمتی که شما در مورد روایت های ضعیف، کاملا من با شما 100% موافقم. شما از صحبتاتون معلومه که با علوم اسلامی سر و کار دارید، حالا طلبه نیستید، شاید مطالعه دارید. آقا عبدالله بزرگوار، ما در نزد اهل سنت علمی داریم به اسم جرح و تعدیل. در این علم احادیث و روایت هایی که از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای ما رسیده، از همون صدر اسلام صحابه، تابعین و تبع تابعین اومدن روایت ها رو بررسی کردن، افراد رو شناسایی کردن، راستگو رو از دروغگو جدا کردن. علما اومدن در این مورد کتاب ها نوشتن، مثل لسان المیزان، مثل المجروحین ابن حبان و کتاب های دیگری که در مورد جرح و تعدیل نوشته شده. متاسفانه در نزد شیعیان این علم خیلی متأخر به علمای شما رسید. اونم نوعی به اصطلاح تقلید از اهل سنت بود، به خاطر اینکه علم جرح و تعدیل در نزد شیعیان وجود نداشت. اینو به عاریه گرفتن از اهل سنت. من الان مسئله امام زمان و خمس و عصمت و امامت، این همه مسائل جانبیه. یکی از اساسات وحدت بین شیعه و سنی همین قرآن کریم هست. در کتاب اصول کافی که صحیح ترین کتاب شما بعد از قرآن هست، نمیگم همه روایتاش صحیح ترین کتاب هست، روایتی وجود داره که قرآن 17,000 آیه هست و قرآن تحریف شده توسط اصحاب پیامبر. همین روایت رو شما خواهشاً بیایید تصحیح و تضعیف بکنید بر اساس علم جرح و تعدیل در نزد شیعیان. خدمت شما هست.
من الان بیام تعدیلش بکنم، جرح و تعدیل بکنم؟ بله بگید مثلا ثابت بکنید که این روایت یک روایت دروغین است، این یک تهمتی هست که به شیعیان زده یا شده. کنید ولو من اینو با صدای رسا میگم، ولو سندش صحیح باشد، یا کنید دلالتش ضعیف است. وقتی ما در هر روایتی هم سند رو بررسی میکنیم و هم دلالت رو بررسی میکنیم. دلالتش هم بررسی بکنید، سندش هم بررسی بکنید، هر دو تاشو بررسی کنید. دلالتش داره میگه قرآن تحریف شده. به چه دلیل؟ وقتی میگه قرآن تحریف شده، نگاه کنید مثلا فرض کنید ما معتبرترین روایتی داشته باشیم، اصلا فرض کنید روایت بسیار صحیحی در مورد اینکه خداوند مثلا جسم دارد مثلا. خب ما میگیم خب باشه روایتش صحیح باشه، ای اهل عالم، ای برادران اهل سنت، ای شیعیان، ما دلالت این رو قبول نداریم، اصلا حدیث رو کنار میگذاریم. اون کسی که اومده این روایت رو جعل کرده، راویانش رو هم جعل کرده است. یعنی کاملا مشخصه. آقا عبدالله، بنده هم اگر آقا عبدالله، آقا عبدالله عزیز، آقا عبدالله، هم دلالت این روایت در نزد علمای متقدمین و متأخرین شما صحیح هست و هم راویانش ثقه و صحیح هستند. خب مثلا چند تا از علمای سرشناس و معتبر، نه علمای مثلا پشت دهکوره بلند شده بود، علمای سرشناس و معتبر متقدم رو لطفا نام ببرید. نگاه کنید صفحه تلویزیون، تفسیر صافی از فیض کاشانی از منشورات ذوالفقار، شارع سید عباس موسوی، شماره تلفنش هم در دمشق چاپ شده این کتاب. و اما در صفحه 34 ببینید در جلد اول چی میگه؟ و اما اعتقاد مشایخنا، اعتقاد علمای ما، مشایخ ما، فی ذلک، در قضیه تحریف قرآن، فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی تاب ثرا انه كان يعتقد التحریف و النقصان فی القرآن. محمد بن یعقوب کلینی اعتقاد به تحریف و نقصان در قرآن داشته، لانه روى روایات فی هذا المعنى، در این معنا روایاتی رو آورده، فی کتابه الکافی ولم يتعرض للقدح فیها، و هیچ کدام از این روایت ها رو به اصطلاح در اون عیب و ایراد نگرفته. مع انه ذکر فی اول کتاب انه کان یثق بما رواه فیه، در حالی که ایشون در کتاب خود در اولش ذکر کرده که هر چی که روایت کرده بهش اعتقاد داره، در نزدشون. و کذالک استاذه علی ابن ابراهیم القمی، صاحب تفسیر قمی، فان تفسیره مملوح منه و له غلو فی، بلکه استاد ایشون که ابراهیم قمی باشه، علی ابن ابراهیم قمی، هم در تفسیرش که مملو هست از این مسائل تحریف و در این مطلب غلو هم کرده. و کذالک شیخ احمد ابن ابی طالب الطبرسی، عزیزم آقای طبرسی، فإن ایضا نسج على منوالها فی کتاب الاحتجاج. عزیزم اینا علمای بزرگ شما هستن. این در اشتباه کرده. یعنی ما نه آقای محترم، میبخشید آقا عبدالله، شما علامه مجلسی هستید، شما شیخ کلینی هستید، شما اصلا سر پیاز هستید یا تن پیاز در مدرسه شیعه؟ من خود پیازم. آقا عبدالله بزرگوار، ببینید برادر عزیز، بنده دعوت کرده به تعقل. ببینید برادر عزیز، من یک نمونه خدمتتون نشون بدم، یک نمونه. همین الان من نص تفسیر صافی رو خدمت شما خوندم. بله. و همین رو در چاپ فارسیش که متاسفانه امثال شماها در ایران ازش استفاده میکنید تحریف کردن. ببینید الان شما نص عربی یادتون هست چی گفته بود در اونجا؟ اینجا در فارسی ترجمه کردن که ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی به وجود تحریف و نقصان باور دارد، چون روایات را در این باره در کتاب خود کافی نقل کرده و به نقد آنها پرداخته است. این دروغی است که در چاپ فارسی تفسیر صافی آوردن، در حالی که هیچ کدوم از این روایات رو کلینی نقد نکرده. من این کارو بین ندارم، اون به خودشون جواب خداوند رو اون دنیا بدن. اما در مورد یک نکته رو من اینجا اشاره کنم آقا عبدالله بزرگوار، اما در مورد این که فرمودید که راویانش روایت، ما هیچ وقت از خودمون چیزی رو من در آوردی اینجا نگفتیم، هر چی گفتیم از کتابای خودتون گفتیم. دلالتش که
علمای در تراز اول شما اعتقاد به تحریف قرآن دارن. اما در مورد روایت 17000 آیه، علامه مجلسی کتابی داره به نام مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول. این کتاب شرحی است یا جرح و تعدیلی است بر کتاب الکافی. دوستان نشون بدن اینو، مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول. در مورد روایت تحریف قرآن میگه الحدیث الثامن والعشرون مؤثق. این حدیث مؤثق هست، چون در مذهب شیعه حدیث راوی که حدیث صحیح روایت بکنه به ندرت میتونید پیدا بکنید، بیشتر ثقه میگن به روات. بفرمایید. بله، حالا آقای انصاری عزیز، بنده عرض کردم خدمت شما این جستجویی که شما میکنید در کتب شیعیان و زحمت میکشید، این در جای خودش محفوظ، اما عرض بنده و همه کسانی که با بنده هم فکر هستن اینه که هر عالمی، هر بزرگی حرفی بزنه که مخالف عقل باشد، این که فرمود ته پیاز یا سر پیاز، این که مخالف عقل، چون خداوند از بنده دعوت کرده که افلا تعقلون افلا تفکرون، آیا تعقل نمی کنید؟ آقای ارزم به خدمتون شیخ علامه مجلسی یا علامه شیخ کلینی، همه این بزرگواران اگر هم اعتقاد به تحریف داشته باشند، خب ما این حرفشون رو میزنیم کنار. یعنی این اصلا خیلی واضحه. اصلا نظرتون آقا عبدالله در مورد کسی که اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه چیه؟ مسلمانه یا کافر؟ بنده نظرم اینه اگر کسی تعمدن اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشد، اون شخص اصلا مسلمان نیست. من اعتقادم اینه. تشکر از شما. اما اگر آقای انصاری یه چند ثانیه اجازه میدید، من یه سوالم از شما داشتم، ببخشید، چون شما به همه بینندگانتون اجازه دادید، به بندم اجازه بدید ممنون میشم. ببخشید سوالم رو بپرسم. من فقط یک نکته اینجا من متوجه نشدم، یعنی این آقای کلینی و مجلسی که این همه ابواب آوردن در اثبات تحریف قرآن، آیاتی رو که تحریف شده نمونه‌هاش آوردن، یعنی اینها اعتقاد نداشتن، نمیدونستن؟ نه حالا فرضاً که اعتقاد داشته باشن، وجه کفر و ایمان یک شخص اینه که عرضم به خدمت شما اون شخص عالماً عامداً چنین اعتقادی داشته باشد. اما اگر جاهل باشه، اصلا امر برش مشتبه شده یا هر چیز دیگه ای، این شخص نمیتونه ما کفر این شخص رو بهش اعتقاد داشته باشیم. شما از بنده یه حرفی میشنوید، یه حرفی میزنم. آقا عبدالله آقای کلینی در کتاب کافی، شما که با این کتابا آشنا هستید، در کتاب کافی بابی داره، دوستان نشون بدن، این اصول کافی جلد 1 و 2، در اینجا بابی داره به نام باب فیه نکتون و نطفون من التنزیل فی الولایه. فقط آیاتی رو که تحریف شده در مورد ولایت حضرت علی در این باب آورده. باب بسیار طولانی است. در اینجا میگه که و من یطع الله و رسوله فی ولایت علی و ولایت الائمه من بعده فقد فاز فوزا عظیما هکذا نزلت. این گونه نازل شده. یعنی آقای کلینی با علم و یقین اعتقاد به تحریف قرآن داشته. نه این دلالت، حالا اگر اجازه بدن سوالم رو بپرسم ممنون میشم. نه اینجا این معما رو برای ما حل بکنید که آقای کلینی با علم و یقین اعتقاد داشته یا نه جاهل بوده به آنچه میگفته. بعدش اجازه میدید من سوالم بپرسم؟ بله انشاءالله. بله نگاه کنید، این نمیتونه لازم و ملزوم این باشه که چون گفت هاکذا نزلت، این از روی علم و تعمدن این کار کرده، میدونسته قرآن تحریف نشده ولی گفته قرآن تحریف شده. یعنی این با نگاه کنید الان خیلی حرف خنده‌داری آقا عبدالله. نه آیا شما جاهل و قاصر و مقصر رو در تفاوت قائل میشید؟ نه جاهل بوده، نه قاصر بوده، نه مقصر. حالا یه سوال کلی تفاوتی بین جاهل و قاصر و مقصر هست یا نیست؟ هست. احسن. حالا آقای کلینی نه جاهل بوده، نه مقصر بوده، نه قاصر بوده، عاقل بوده، بالغ بوده، عالم بوده، ثقة الاسلامتون بوده. شما کلینی رو از دین شیعه بردارید، اصلا چیزی به اسم دین شیعه نمیمونه.
نه این چنین نیست، احتمال داره. این شما نمیتونید بگید که محال ذاتی که آقای کلینی عرضم به خدمت شما عالما عامدن اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه. حالا این نظر بنده است. خب بینندگان قضاوت میکنن.